این بوقه ذاتی آلمانی نام تاجیکی را خوش پذیرفته است. وقتی که رئیس فرما او را با نامش صدا می کند پاسخ هم می دهد. وقتی تولد کرده یک کارگر داشتیم دادا جان، ما آدم تولد کنندگی بود، بعد خیلی نغز نگاه میکرد، بعد به روسیه برای کار کردن به روسیه رفت، نام همراه موندیم دادا جان. و وقتی رفتم خودش التماس کرد که امینه برنامه مامانتا از همین سبب این نامش دادا جان شدگی. دادا جان 2.5 ساله و 700 کیلو وزن دارد. اقلیم و غذای تاجیکستان به او فارید است. دادا این باردار شده در آلمان باردار شده اومده همینجور تولد شدگی گویی. شریک دادا جان نور که چند ماه از او کلانتر است 1 تن وزن گرفته است. چارواداران میگویند مهربان است و پرورش خوب را میفهمد. با آدمی نگاه بین کننده زود خو میگیرد. زیاد از 1 تن گفت وقتی که ابیدیش میدارید میایستد. برای چه میشه؟ حسابی زودش تازه ما اینو نمیزنیم جنگ نمیکنیم. بسیار حلیمی ها یواش. حیوانی که خیلی خونگی شده رفته که حیوانی که با آدم یعنی که دوست. از این دو بوقه ذاتی در خود فرما ذات نمیگیرند، اما برای چارواداران محلی با کمال میل آنها را به عاریت میدهند. سرکرده از ریگار، حصار، کلاب، این طرف اسفره، کانی بادام، آش، نو، پرلتر تمام نوعی ها از ما اومده خریداری کرده برای نسل گیری الکی استفاده کرده ایستادم. چی صورت میگیرم من؟ دادا جان از نخستین نسل گاوهای ذاتی آلمانی است که فرمای افضل زرزمین سال 2015 برای پرورش از باواره آلمان به شمال تاجیکستان آورد و گاوهای باردار بعد چند ماه نسل دادند. 50% در 50% نارینه و مادینه تولد میکنند. هر کدام این گاوهای ذاتی با نام سیمنتالی را با 2650 یورو خریدند. تاکنون 3 بار نسل گرفتند. گاوهای آلمانی نظر به گاوهای محلی 2 برابر زیاد شیر و چند برابر زیاد گوشت میدهند. در یک شبانه روز تا 25 لیتر شیر داده وزنشان تا 1 تن و 200 کیلوگرم میرسد. وزنشان زیاد. اینها میاسه مالوچینی میگن یعنی که گوشتی شیری. بله. اینها برای اقلیم ما خیلی نغز مطابق شدن. گاوها را با راه صنعی با نطفه هایی که هر سال از آلمان به مبلغ 5 تا 12 یورو میخرند باردار میکنند. ذاتش گم نشد. برای همین ما نطفه را از آلمان وارد میکنیم و با گویم که صنعی باردار میکنیم تمام گاوها را. نقش دادا جان و نور نیز در این روند برجسته است. وظیفه آنها معلوم کردن فرصت راستین یا دروغین بارگیری گاوها است. اگر گاو به دادا جان نزدیکی جوید ولی از طرف او حرکت انجام نگیرد، گاوبان ها میفهمند که هنوز فرصت باردار کنی آن گاو فرا نرسیده است.